امروز یه عده‌ای در بخش‌های مختلف دنیای اسلام به نام گروه‌های تکفیری و وهابی و سلفی و علیه ایران، علیه شیعه، علیه تشیع دارن تلاش میکنن، کارهای بدی میکنن، کارهای زشتی میکنن، اما اینا دشمنای اصلی نیستن. اینا همه بدانن دشمنی میکنن، حماقت میکنن، اما دشمن اصلی اون کسی است که اینها رو تحریک میکند، اون کسی است که پول در اختیارشون میگذارد، اون کسی است که وقتی انگیزه اونها اندکی ضعیف شد به وسایل گوناگون اونها رو انگیزه دار میکند. اون کسی است دشمن اصلی که تخم شکاف و اختلاف رو بین اون گروه نادان و جاهل و ملت مظلوم ایران می افشاند. اینها اون دست پنهان سرویس های امنیتی و اطلاعاتی است. لذا ما مکرر گفتیم این گروه های بیعقلی که به نام سلفیگری، به نام تکفیر، به نام اسلام با نظام جمهوری اسلامی مقابله میکنن، ما به اینا گفتیم ما شما را دشمن اصلی نمیدونیم، ما شما را فریب خورده میدونیم. به اینا گفتیم لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین. تو اگر خطا میکنی، اشتباه میکنی، کمر به قتل برادر مسلمان خودت میبندی، ما توی نادان و جاهل را کسی نمیدانیم که بایستی کمر به قتل او ببندیم. البته از خودمون دفاع میکنیم. هر کسی به ما حمله بکند با مشت محکم ما مواجه خواهد شد. این طبیعی است.